پس از برگردانیدن یک قسم منطقه‌های غصب شده اوکراین از تحت تصرف روسیه و عقب نشینی ارتش روسیه در جبهه‌های خرسون، کیف و خارکوف، هم جامعه اوکراین و هم جامعه جهانی و تو هم در روسیه منتظر موج دوم حمله جوابی ارتش اوکراین هستند. مطبوعات در سراسر جهان دیر باز درباره احتمال کی و از کجا آغاز شدن حمله جوابی ارتش اوکراین می نویسند. این بحث‌های بردوام کارشناسان مسائل نظامی، روزنامه‌نگاران، بلاگ نویسان و حتی ستاره‌های شو بیزنس ارتش اوکراین را در حالت ناگوار قرار داده است، زیرا این همه وادارش میکنند که هر چه زودتر نوابسته از حالت آماده باشی یا نورسایی تسلیحات جنگی برای برابر ساختن این همه انتظارات برای انجام چنین حمله جوابی دست به کار شوند. اخیراً در این مورد پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی هنگام مصاحبه با BBC گفت که ارتش اوکراین از جهت روانی، انگیزه و جمع و بست جزء و تام‌ها برای آغاز حمله‌های جوابی آماده است، ولی از جهت تامینات تکنیکی کمی به وقت نیاز دارد. اما سوال اساسی اون است که واقعا ارتش اوکراین دست به حمله جوابی میزند و یا نه، و یا شاید همه این گپ و گذار در مورد حمله جوابی یک معرکه گمراه کنی گنرال های روس باشد. به هر حال علاقه نیروهای روسیه که دیر باز در خط جبهه پیشروی های نظررس نداشتند و با استفاده از فصل زمستان هم نتوانستند به غصب شهرهای نوی در اوکراین نائل شوند، ناامید شده با ترس منتظر آمد حمله جوابی ارتش اوکراین میمونند. پژوهشگاه تحقیق جنگ اخیراً نوشت که ارتش روسیه در فصل زمستان به یگان هدف گذاشته رهبرت خود نرسیده مجبور حالت دفاع را گرفته است. کارشناسان برای نظرند که علاقه بعضی از نشانه ها در ارتش اوکراین دلالت به آمادگی جدی به یک عملیات جنگی گسترده می کنند، ولی آنها پیشگویی کرده نمی توانند که این عملیات به صورت یک حمله گسترده جوابی صورت می گیرد و یا به صورت چند عملیات پراکنده در خط اول جبهه جنگ. ولی آنها می گویند که به هر حال عملیات جوابی ارتش اوکراین یک امر واقعی است و به زودی باید راه اندازی شود. ولی در برابر این اکثریت کارشناسان نظامی بر آن عقیده اند که حمله های جوابی اوکراین نه به طور یک حمله گسترده بلکه با انجام دادن چندین حمله های کوچک در جبهه های مختلف عملی کرده می شود که دشمن را در غفلت می گذارد. این گونه پیش بردن عملیات جنگی ارتش روسیه را سرگرم همه خط جبهه نموده قوه های روسیه را در طول جبهه ها به طور جداگانه و پریشانی نگاه می دارد. زمانی که نیروهای روس پریشان در هر جای جبهه قرار دارند، اوکراینی ها می توانند از همه جای ضعیف را پیدا نموده بعداً از آنجا حمله جوابی گسترده خود را عملی نمایند. در حالت بی‌برار انجام یافتن عملیات اوکراین تلفات هنگفتی خواهد داد، زیرا تاریخ شاهد بسیار حالت‌های شده است که یک طرف جنگ پس از حمله جوابی بی‌برار قیمت بالایی را پرداخت می‌کند. از همه مثال تازه امین حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 است. بنا به نقشه کرمل ارتش روسیه میبایست در 3 روز اوکراین را غصب و حکومت آن را وادار به فرار مینمود، ولی به هدفهای خود نرسید. همین طور اوکراین در میدان جنگ غالب می شود و قلمرو خود را دوباره تحت نظارت خود می درآورد و یا باز مدت طولانی در بطلاق جنگ با روسیه در میماند و به افغانستان اروپا مبادل می گردد.